بهار دخترم. هوش کنین که دیگه منو دخترم نگوین. اینو دخترتان ببینین. تمام خواست شما تنها پول بود؟ این کارایتان به خاطر پول، به خاطر ثروت بود نه؟ ارزشش داشت؟ جواب بدین دیگه. این کار یک انسان انجام دادن میتونه؟ فکر کردین وقتی که من پولدار میشدم میماندم شما فقیر باشین؟ به نظرتان هر چیزی که میداشتم همراهتان شریک نمیساختم؟ من هیچ وقت پول از شما که ارزش نداده بودم. ما و تو خواهر بودیم افسون. خواهر بودیم خواهر. ما باید در هر حالت در کنار هم می بودیم، هم در خوشی هم در غم. کارایی که تو کردی حتی یک حیوانم نمیکنه، اما همیشه تو را میبخشیدم. میفهمی که چرا؟ به خاطر که میخواستم تو اصلاح شوی. حتی وقت فهمیدم تو خواهر اصلیم نیستی بازم چیزی نگفتم. اما برعکس به خاطر پول زندگی کسی را که خواهرت میگفتی تباه ساختی. در تمام زندگیم همیشه به خاطر خانواده مثل خدمتکار کار میکردم تا که چند قروش پول به دست بیارم و با هم زندگی کنیم. تمام ثروت من شما بودین. شما خانواده من بودین. اما شما هیچ وقت من دوست نداشتین. من یک روزم کاری نکردم که باعث بدنامیتان شوم، اما برای شما من از بین بردین. شما رو مثل یک عضو بدنم دوست داشتم. هر کاری که از دستم ساخته بود به خاطرتان انجام میدادم. من شما رو پدر خود میگفتم چرا که پدرم بودین. راست نمیگم؟ اما شما به خاطر پول حتی از دختر خودتان هم منصرف شدین. افسوس به حالتان. بهار، من نمیفهمم که چی شده. میشه بریم بگویی؟ از افسونو از پدرش بپرسین. باز براتان خود گفتن. افسون، بهار چی میگه؟ چوب نباش. افسون یک چیزه بگو. افسون بهار چی میگه؟ گپ بزن. بهار چی گفته میره؟ گپ بزن. آقا محمد امیر، خانم حسرت، دختر اصلی شما بهار است. چی؟ تو چی میگی آتش؟ یام ثبوتش نتیجه آزمایش دینه.